سلام بر شما دوستان. توی این ویدیو که سری اول و قسمت اول ساخت اپلیکیشن با اسکچور هست، به کانال اسکچ می خیلی خوش اومدید. توی این برنامه اسکچور پرو شما میتونید اپلیکیشن های اندروید رو بدون نوشتن حتی یک خط کد بنویسید. اما اگه بخواید برنامه‌های سفارشی و حرفه‌ای تر و فوق حرفه‌ای بخواید بنویسید که خب 100% نیاز به کد نویسی جاوا، XML یا HTML اگه بخواید روی وب ویو بالا بیاری دارید. اما اگه بخواید برنامه‌های ساده بسازید هیچ نیازی به کد ندارید. اگرم که برنامه ساختم احیانا مثل چراغ خوبه، ضبط صوت یا هر چیزی که کد خواست توی کانال روبیکا به نشانی اسکچ می قرار میدم. امیدوارم تا آخر ویدیوهای من همراه من باشید و از ویدیوها خوشتون بیاد و یاد گرفته باشید. وارد اسکچور پرو که میشیم یه پروژه جدید رو ایجاد میکنیم. اون بالا میتونید آیکون رو انتخاب کنید که حالا من آیکون خاصی قرار نمیدم. عنوان برنامه رو میذارم P100، یعنی پروژه 100. از 100 شروع میکنم، 100 101 و میریم برای پروژه های بعدی. project پروژه اول P100. اینجا هم که میزنم P100. اولین آموزش ما میشه آموزش رفتن به صفحه بعد. ماین صفحه اولمونه. من یک دونه جدید باز میکنم، دیگه نمیزنم ماین که خب ماینم نمیشه زد چون داریم. میزنم 3 تا M. این شد صفحه بعدیمون. داخل کامپوننت یه دونه اینتنت وا میکنم، میسازم با نام این و یه دونه تایمر که بعد گذشت مدتی بره به صفحه بعد. وارد ایونت میشم، آنکریت رو میزنم و دوباره بلوک ها رو باز میکنم، کامپوننت و بلوک 4 که نوشته set اسکین یعنی تنظیم صفحه و استارت اکتیویتی شروع فعالیت اینتنت و به صفحه‌ای که میخوام برم وارد میکنم. شاید تو ویدیو زیاد چیز خاصی مشخص نباشه، یاد نگیرید، اما خب اصلا نگران نباشید. ببخشید تایمرشو نذاشتم. ویدیو رو که یه چند بار ببینید یاد میگیرید، خودتون تکرار کنید، خیلی خیلی راحته. مثلا بعد گذاشته 3000 چون بر حسب میلی ثانیه است میشه 3 ثانیه. بعد 3 ثانیه تایمر انجام میشه و روشن میشه به قول ما و کد اینتنت فعال میشه، میره به صفحه بعد. اینجا من واسه این که دیده بشه مثلا می نویسم 1 یا اصلا اسم صفحه رو می نویسم ماین و حالا از گزینه سیو میتونیم لاینرمون رو سیو بکنیم. my.xml رو میزنم، صفحه بعدی رو باز میکنم، اینو دقیقا همینجا میذارم. به جای ماین مثلا اسم صفحه‌مون رو میزنم 3 تا M. دیگه خیلی راحته. شما میتونید هر کاری با اسکچبار بکنید چون متن بازه، یعنی شما هر کدی رو میتونید جدید اضافه بکنید، صفحه جدید و دقیقاً یک برنامه حرفه‌ای رو با اسکچبار بسازید. توی آموزش بعدی انتشار اون توی مارکت، بازار و کسب درآمد رو حتما بهتون یاد میدم. 3 ثانیه گذشت و اومد به صفحه بعد. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. حتما ویدیو بعدی ما رو دنبال بکنید. کانال روبیکای ما آدرسش اسکچ می هستش.